سلام علیکم به همه تماشابینان کانال تفکر تv. شما رو بار دیگر خوش آمدید میگوییم و اینک به شما خبر دادنی هستیم که من بعد درس های انگلیسی ما یعنی نوارهایی که در آن ما درس انگلیسی پیشکش شما می‌نماییم هر هفته روزهای دوشنبه در شبکه پهن خواهد شد. نوارهای انگلیسی ما رو میتوانید تماشا کنید، از آن استفاده کنید و شاید که برای آموختن زبان انگلیسی به شما کمی کمک رسانند. تا نوارهای آینده با ما باشید. سلام بینندگان عزیز، اینک درس دوم رو شروع میکنیم. چگونه که در درس اول ما با شما وعده کرده بودیم، درس امروزه ما درباره فعل تو بی میرود. اگر شما درس اولی ما رو تماشا کرده باشید، ما در درس اول با شما چگونه سلام علیک کردم و جانشین های شخصی زبان انگلیسی رو نشان داده بودیم. اینک بار دیگر جانشین‌های شخصی زبان انگلیسی را خوب با هم تکرار میخونیم بعداً درس دیگر را شروع میکنیم، چون که این درسی که امروز ما می‌آموزیم این با جانشین‌های شخصی خیلی علاقه‌مند دارد. خب جانشین‌های شخصی در زبان انگلیسی این I من، you تو، he why، she it این، وی ما، یو شما، زی آنها. ما این جانشین ها را درسی پیشینه نیز تکرار کرده بودیم. خب یک بار دیگر دقت میکنیم. I در زبان انگلیسی I من رو ifade میکند. هرگاهی که شما میخواهید من گویید در زبان انگلیسی I you. اگر شما اینجا دقت داده باشین دو تا ما یو داریم. در زبان انگلیسی یو معنای تو را و معنای شما رو ifade میکند. You تو، you تو، he وای. ما مرد رو در نظر داریم، چگونه که در زبان روسی آن میگن he وای. she ما او رو در نظر داریم، زن رو، یعنی انا. it این اشیا یا اینکه حیوان ها رو ifade. it وی ما شکل جمع، you شما شکل جمع، they آنها شکل جمع. خب اینک میگذاریم به قسمت درسی اساسی. خب درس امروزه ما فعل تو بی. فعل تو بی این فعل بودن رو خب در زبان تاجیکی ifade میکنند. چگونه که ما در زبان تاجیکی فعل تو بودن رو خیلی خوب استفاده میبریم. مثلا گویم همه روزه ما فعل بودن رو استفاده میبریم. فعل بودن در زبان تاجیکی از سه شاخه، یعنی در زبان انگلیسی نیز از سه شاخه عبارت است. فعل تو بی میتواند خب گویم که ما هستم، یعنی من هستم، تو هستی، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند، وی هست، این هست، او هست، یا اینکه من میباشم، تو میباشی، وی میباشد و هاکذا میباشم. در زبان انگلیسی فعل تو بی از سه شاخه عبارت است. مثلا am is are. با هم تکرار میکنیم am is are. ما اینجا تمام کلمه هایی که در این درس استفاده میبریم به شما ترجمه کرده هستیم. am هستم یا اینکه میباشم، is هست میباشد، چهار معنا رو ifade میکند. هستی میباشی، هستم میباشیم، هستید میباشد، هستند میباشند. خب چگونه که در زبان تاجیکی من هستم تو هستی میگویم، در زبان انگلیسی نیست این رو ما ifade میکنیم. خب ما در زبان تاجیکی هیچگاه من هستی تو هستی یا اینکه وای هستی هیچگاه استفاده نمیبریم. از همین سبب در زبان انگلیسی نیست هر یک فعل هایی که اینجا هستند خب جانشین خود رو میگیرد. مثلا در زبان تاجیکی چگونه که من خب هستم میگوییم، در زبان انگلیسی I am. I من، am هستم یا اینکه میباشم. I am. خب تو you از اینجا میگیریم هستی یا اینکه میباشی you are. دقت میکنیم هستی میباشی you are. خب اینک he ما وای مرد. خب ما در زبان ترکی وای هست
یا وای میباشد میگیم. اینک از اینجا چی رو میگیریم؟ is رو میگیریم. he is. خب she زن. she is هست. خب این اشیا رو در نظر داریم. it این میباشد یا اینکه این هست میگیم it is. خب وقتی که ما در عموم گپ میزنیم مثلا ما میگیم ما وی میشد در زبان انگلیسی، اما وقت ما هستیم یا اینکه میباشیم ما هستیم وی هستیم رو ifade میکند وی خب شما شکلی جمع you هستید آنها they خب هستند اکنون دقت میکنیم کدام جانشین چی را گرفت؟ I am you are he is she is it is we are you are they are. بار دیگر دقت میکنیم. خب ام تنها در جانشینی I استفاده برده می شود. ما ام رو فقط در جانشینی I یعنی من استفاده میبریم. در دیگر جانشین ما حق نداریم ام رو استفاده بریم، چون که در زبان تاجیکی من هستم میگیم، هیچگاه من هستی نمیگیم. برای همین ام ترجمهش هستم میباشد، ما هم وقت در I استفاده میبریم. I am من هستم یا اینکه من میباشم. خب he she it he she it اینها رو در زبان انگلیسی شخص های سهمی تنها میگن. شخص های سهمی تنها یعنی by in همه وقت is میگیرن. he is she is it is. ما هیچگاه is رو در I یا که is رو در we مونده نمیتونیم. خب you we you they اینها همه وقت are رو میگیرن. you are رو اگر ما اینجا نگاه کنیم چهار معنا رو ifade میکند. هستی یعنی تو هستی، هستیم ما هستیم، هستید شما هستید، هستند آنها یعنی هستند. you are تو هستی، we are ما هستیم، you are شما هستید، they are آنها هستند. زبان انگلیسی آنقدر مشکل نیست، فقط شما دقت میکنید و جانشین ها رو یا اینکه فعل ها رو جا به جا میگذارید. I am من هستم. خب از اینجا میگیریم اینجا اسم ها هستن، مثلا دانشجو student، دکتر دکتر، teacher آموزگار، police officer کارمند میلیسا، nurse همشیره، footballer فوتبال باز، programmer برنامه ساز، کامپیوتر به همگان معلوم است، book کتاب، dog سگ، خب marker یعنی فلمستر قلم رنگ، خب hungry گرسنه، thirsty تشنه. چگونه که در زبان تاجیکی میگوییم من گرسنه هستم یا من معلم هستم یا اینکه من خب دانشجو هستم. خب I am من هستم دانشجو، student I am a student. با هم کار میکنیم. you are میگیریم you are doctor you are a doctor you are a doctor تو دکتر هستی. خب اینجا نگاه میکنیم ما ارتیکلی a استفاده بردیم. ارتیکل a در زبان انگلیسی یک چیز را ifade میکند. مثلا وقتی که شما اسمای تنها گپ میزنید یک چیز را شما میتونید ارتیکل a را استفاده برید. I am a student من دانشجو هستم. I am student من دانشجو هستم. یگان فرقیت نداره. خب you are a doctor you are تو هستی دکتر دکتر. he is میگیریم he is a teacher معلم. he is a teacher why معلم است. she is خب همشیره او همشیره است. she is a nurse. خب it
چگونه که ما گفتیم ایت رو ما همه وقت در اشیا یا در حیوان استفاده میبریم، از همین جهت ما هیچگاه it is teacher, it is student گفته نمیتونیم. از همین سبب ما یا اینکه اشیا میگیریم از اینجا یا اینکه یگان نام حیوان رو میگیریم. It is مثال a computer. خب it is a computer in computer است یا اینکه این کامپیوتر می باشد. We are ما we are اکنون شکلی وقتی جمع گپ میزنیم با ما ارتیکل A لازم نمیشد. برای چی؟ برای اون که ارتیکل A یک نفر رو استفاده میکند. We وقتی که ما we میگیم ما شکلی جمع رو استفاده میکنیم. جمع رو میگیریم. We are خب programmer We are programmer. We are programmer این یک نفر رو میفوده. اگر خواهیم ما در زبان انگلیسی شکل جمع رو گپ زنیم we are حتما سوفیکس اس میمونیم. programmers ما برنامه سازان هستیم. یعنی که you are doctors حتما سوفیکس اس در آخر میبید، در آخر اسم. شما you are doctors شما دکتران هستید. they are students. They are student. They آنها هستند student دانشجو students دانشجویان. They are students دانشجویان. آنها دانشجویان هستند. این بود درباره فعل to be. خب تنها ما گذاشتیم این درس درباره خب فعل to be و در تنها جمله های پوزیتیو یعنی که افیرماتیو میگن در زبان انگلیسی. این رو اگر ما به زبان تاجیکی خب ترجمه کنیم افیرماتیو یا که پوزیتیو، این جمله های نقلی حکایگی ما در این درس فقط نقل کرده ایستادیم، نه اینکه ما در این درس گوییم خب جمله های انکاری یا اینکه جمله های سوالی استفاده بردیم. تنها جمله های نقلی. I am a student من دانشجو هستم. You are a doctor تو دکتر هستی. He is a teacher وی معلم است. She is a nurse او همشیره است. It is a computer این کامپیوتر است. We are programmers ما برنامه سازان هستیم. You are doctors شما دکترانید. They are students آنها دانشجو می باشند. شما میتونید اینجا گیرید برای مثال I am doctor, I am teacher, I am خب programmer, I am از اینجا میگیریم police officer, I am hungry من گرسنه هستم. I am hungry من تشنه هستم. I am thirsty. یا اینکه you are student, you are teacher, you are doctor, you are programmer, you are hungry, you are thirsty. فقط بار دیگر دقت کنید در I, you, he, she, we, you, they شما حیوان یا که اسمهای بیجان یا اینکه حیوان ها رو استفاده نبرید. تنها کسب ها و از اینجا میتونید صفت ها رو استفاده برید. گرسنه، سیر. خب این بود درسی امروزه ما. خب امیدوارم درس ما با شما پسند می آید. درسی من بعده ما درباره جمله های انکاری، جمله های انکاری می رود. در جمله های انکاری مثلا ما رد میکنیم من دانشجو نیستم، من معلم نیستم، من آموزگار نیستم، در خانه نیستم، خب دانشجوی تی ام نیستم. اینها جمله های تنقیدی می باشند، جمله های انکاری می باشند. امیدوارم درس ما با شما پسند می آید و شبکه ما رو پیگیری کردن رو فراموش نکنید و حتما زنگوله رو پخش نمایید.